نورسی 12 ساله اوکراینی که بیبیش او را نجات داد مشتاق دیدار مادرش سنیژن است که 1 سال می شود ندیده است. Ми з мамою та моєю сестрою проживали в Маріуполі. پیش از آغاز جنگ با مادر و خواهرم در ماریوپول زندگی می کردم. روزهای اول جنگ ترسناک بود. چیز و چارمان را گرفته در تختخانه می ایستادیم. آب و غذای بسیار کم داشتیم. سربازان اوکراینی به ما کمک کردند. Мало їжі та води. Нам ще наші військові допомагали. یک روز پارچه از تیر به چشم الکساندر خورد. مادرش برای معالجه به شفاخانه نظامی کارخانه آهنگودازی ایلیچ برد. Там ми перебували 2 неділі. Там військові лікували. 2 هفته در آنجا ایستادیم. نظامیان چشمم را معالجه کردند. بعداً سربازان روس کارخانه ایلیچ را در محاصره گرفتند. کارخانه را اشغال کردند و ما را اسیر گرفتند. من و مادرم را هم گرفتند. کجا بردند نمیدانم. Нас із мамою повезли. الکساندر و مادرش را در یک اردوگاه از هم جدا کردند. Я бачив якісь ангари. من چند انبار را دیدم. سرد بودند. بدنی من و مادرم را تفتیش کردند. سپس مادرم را 2 ساعت بازپرسی کردند. من همانجا منتظر مادرم ماندم. او را به نزدم آوردند. بعداً کارمندان خدمات نگاهبین کودکان نووازوفسک آمدند. گفتند که مرا از دست مادرم میگیرند. حتی نگذاشتند که خیر خوش کنم. 1 سال تمام است که نمیدانم مادرم در کجاست. نه دیدمش و نه شنیدمش. Не знаю, де мама. Я її не бачив, не чув. الکساندر علاج کرده به بیبیش زنگ زده است. لودمیلا سیریوک که در چرنیگوف شهری زیر نظارت اوکراین زندگی میکند برای بازگردانیدن نبیره 2 ماه سند جمع آورده است. هرچند به او گفتند به ماریوپول نرود. ба ман мегуфтанд онҷо ҷангу тирандозӣ аст, вале ман чӣ кор карда метавонистам? бачаи ман онҷост. ҳар чӣ нашавад ман меравам, писарамро меорам. من ترسیده بودم چون گفتند اگر بیبیت نآید تو را به یتیمخانه میفرستیم. بیبیش 5000 کیلومتر مسافت را طی کرده و قلمرو 5 کشور را گذشته به دیدار نبیره‌اش رسیده است. حالا الکساندر با او در شهر چرنیگوف زندگی میکند. یک چشمش تقریبا نابیناست. ما در شفاخانه آخمتی در کیف بودیم. آنها به من گفتند که این چشمم دیگر نمیبیند. باید زودتر جراحی میشد. ویکا خواهر الکساندر با بیبی و بابای پدریش در ماریوپول بودند. الکساندر و بیبیش تا کنون نتوانستند با آنها ارتباط بگیرند. از سرنوشت مادر هم خبری نیست.